بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به تمام خواهران عزیز که امروز در درس هستید و اینچنین به تمام عزیزانی که بعداً انشاءالله ما رو میبینند از این آیت های پروردگار که اگر عمل کردیم خیلی زندگی ما آسان میشود با خبر میشوند. امروز ما آیت دوم و سوم یعنی دوم سوره طلاق رو میگیریم. در خاطرتان باشد درس گذشته در درس تفسیر درباره طلاق صحبت کردیم و چگونه در شریعت طلاق چگونه است، چگونه باید طلاق داده شود تا که کسی پشیمان نشود صحبت کردیم و میخوام پیش از آیت دوم رو شروع کردن خواهران عزیز کوتاه درباره عده گفته گذاریم. خیلی میدانید یکی از مسئله هایی که برای زنها دانستنش فرض است، اگرچه طلاق برای همه میدانید و نمیخورد انشاءالله، یعنی نه همه زنها مطلقه میشوند، ولی دانستن مسئله طلاق خصوصا عده برای زنها فرض است تا مبادا در گناه کبیره نافتند. و هر زنی که از شوهرش طلاق گرفت اگر او حیض بیند، اگر در بین 3 حیض شوهر کرد نکاحش باطل است. او با شبهه به نکاحی که به زنا نزدیک است و میخورد و یگان مردی که زن رو در وقتی عده‌اش پروا نکرده نپرسیده به زنی میگیرد اون نکاحش باطل است. او باید از نو نکاح کند و این نکاح کلا ویران میشود. و حتما زنهایی که هم حامله هستند وقتی که طلاق گرفتن در مدت حاملگی تماما برای آنها خواستگاری کردن یا اینکه با آنها ازدواج کردن هم حرام است. پس زنهایی که حیض میبینند آنها پس از طلاق باید تا 3 بار حیض شدن انتظار شوند. زنهایی که حامله هستند آنها تا تولد کردن، زنهایی که هم حیض نمیبینند به خاطر پیرانسالی یا بیماری، یا زنهایی که همیشه خون میبینند به خاطر بیماری، آنها 3 ماه هست، 3 ماه هجری که تقریبا میشود 88 روز یا 89 روز. انشاءالله دربارش امروز وقت ما رسید میگیریم. یعنی مسئله عده مسئله خیلی مهم است که باید هر زن از این با خبر باشد. ما گفتیم پروردگار درباره طلاق میگوید ای مردها شما وقتی طلاق دادید در وقتی پاکیزه بودن زنها، در وقت حیض نه، اینچنین در پاکیزگی که به اون نزدیکی نمیکنید که او بعد از آن حامله هستم نیستم گویان پریشان نشود طلاق بدهید. اما طلاق گفتیم این سیم آخر است، یعنی نباید طلاق شریعت الله هست مردم به آن به هر چیز و ناچیز قسم بخورند یا اینکه تصمیم طلاق گیرند. طلاق آخرین راه هست برای حل مشکلی های زن و شوهر. الله در آیت دوم میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهاده لله. الله میگه وقتی شما زنها رو طلاق دادید، البته این طلاق های شرعی هست، یعنی یکمین بار طلاق دادی یا بار دوم طلاق دادی و عده او برای تمام شدن نزدیک است. عده گفتیم چی هست؟ 3 ماه هست. یعنی زنی که حیض میبیند 3 حیض است که تقریبا 3 ماه حساب میشود. وقتی تو زنت رو طلاق دادی و نزدیک شده استاده است که عده‌اش تمام شود، یعنی 3 بار حیض میبیند، چون وقتی که بعد از زن رو طلاق یکم دادن یا دوم دادن 3 بار زن حیض میشود دیگر اینها طلاق باین میشوند. معنای باین این است که به هم دیگر کلا حرام میشوند، اما چون بار 3 طلاق نیست بعد از این میتوانند نکاح کنند، اما نکاحی که شاهدها باشد، از نو مهر معین شود، رضاگی زن حتمی است، رضاگی پدر زن حتمی است. وقتی که طلاق دوم یا 3 بود، ببخشید یکم یا دوم بود، اینجا الله میگه طلاق یکم رو دادی یا دوم رو دادی و نزدیک است که 3 بار حیض بشود که عده تمام میشود، در اینجا با همین اگر میخواهی جدا شوی کلا او را بر نگردان. همین که عده‌اش تمام شد او برای تو دیگر بیگانه می شود. شرط نیست 3 طلاق دادن و 1000 طلاق دادن. یکم بار طلاق بده، اگر نمیخوای زنت رو برگردانی انتظار شو 3 ماه گذرد، فارقوهن بمعروف، بخوبی با همین جدا می شوید، یا اینکه امسکوهن بمعروف،
یعنی به خوبی دیده ایستاده که اگر مبادا سومین بار حیض شود کلا به تو نامحرم می شود. نه، به او بگو من تو رو برگردانیدم، من با تو می خواهم زندگی کنم. و خواهران عزیز، این مسئله خیلی به بسیار خواهر و برادران تاجیک بیگانه هست که میگویند شوهرم مرا طلاق داد همین دینه، ما آیا نکاح کنیم؟ یا بعضی میگن من زنم رو طلاق کردم و بعدا نزد مولا رفته نکاح کردیم. نکاح کردن زمان فرض است، حتمی هست که شما سیوم بار ببخشید یکم بار یا دویم بار طلاق دادید و 3 ماه گذشت یا گفتیم 3 حیض گذشت، در اینجا حتما از نفس شما نکاح میکنید. اما هنوز عده نگذشته، با همین که مرد گفت من تو رو برگردانیدم و حتی به اون نزدیکی کرد، یعنی همخوابگی کرد، یا اینکه گفت من میخوام با تو زندگی رو دوام دهم، دیگر این نکاح حساب می شود. یعنی شرط نیست پیش یک مولا رفتن و از یک نفر شما رفته مرا نکاح کن گفتن که چه خیلی گفتم. این مسئله خیلی عجیب است که اکثریت همین سوال را میپرسن که ما چیکار کنیم؟ ما 2-3 روز پیش همین خیلی جنگ و جنجال شد و طلاق شد و ما میخوایم رفته از نو نکاح کنیم. نه، نکاح شرط نیست مادامی که تو یکم طلاق را دادی یا دویم بار طلاق گفتی و هنوز چی نگذشته است. عده زن، یعنی زنی که حیض میبیند سیوم بار حیض نشده است، یکم بار حیض شد، هنوز تو مثل همسرت در خانه‌ات هست، فقط به اون نزدیکی نمیکنی تا اینکه تصمیم نگیری که با او زندگی رو دوام میدهی، تا اینکه تصمیم نگرفتی با او زندگی رو دوام میدی. و الله میگوید و اشهدوا ذوی عدل منکم، و به همین هم طلاق دادن یا یعنی من از او دیگر پورا جدا شدم گفتن، یا اینکه من زنم رو طلاق دادم 1 بار یا 2 بار طلاق دادم و برگردانیدم گفتن اشهدوا ذوی عدل منکم، 2 نفری که از اهل اسلام و عدالت هستند، با گناه و آلودگی در بین مردم شناخته نشده‌اند، آنها باید شاهدی بدهند. و سبحان الله خواهران عزیز، اگر همین مسئله در طلاق شاهد بودن یا در وقتی بعد از طلاق زنم رو برگردانیدم گفتن شاهد بودن باشد، خیلی خلاف ها از بین مردم می رود. نگاه کنید، مردها میگن من طلاقش رو ندادم، زنها میگن نه مرا طلاق داد. یا برعکس، بعضی مردها میگن من طلاق او رو دادم، زنها میگن به من هیچ طلاق نداده است. یعنی در مسئله طلاق خلاف و کشمکشی خیلی زیاد می شود. برای همین بعضی علما حتی این رو به واجب میبرند، اگرچه در نزد جمهور علما در وقت طلاق دادن هم، در وقت زند را یک دویم بار به نکاح بعد از پشیمانی برگردانیدن هم شاهد آوردن این مستحب است. یعنی دور از اختلاف ها هست، دور از چه هست؟ از نافهمی. و پروردگار به من و شما راهنمایی میکند که این مسئله که مسئله جدی هست، با هم زیستن یا نزیستن، آیا زند رو تو برگردانیدی یا تمام او رو طلاق دادی و از او جدا شدی؟ خود به خود زن و شوهر این رو حل نکنید تا که اختلاف و نافهمی نشود. شاهد بیاورید، 2 نفر از خویش و تبار که آنها چی باشند؟ اهل عدالت باشند. اهل عدالت باشند، آنها از فریبگر و دروغگو یا که فقط طرف زن رو میگرفته یا فقط طرف مرد رو میگرفته، نه، 2 مرد عادل باشند. 2 مرد عادل باشند که در نزد جمهور علما هر دو باید مرد باشند. اگرچه در مذهب حنفی 2 نفر زن و 1 مرد هم میتوانند، اما باید از اهل عدالت باشند. الله میگوید و اقیموا الشهادة لله، و به خاطر الله شاهد باشید. یعنی به خاطر طرف زن را گرفتن و طرف مرد را گرفتن، نه، به خاطر الله شاهدی را شما انجام دهید و بگویید ما شاهد بودیم این او را طلاق داد، ما شاهد بودیم پس از طلاق او گفت من پشیمانم و زنم را برمیگردانم. آره، در نکاح ما ماشاءالله همه به همین شرطی شاهد بودن اهمیت میدهیم، همه شاهد می آورند در نکاح که الحمدلله در این مسئله تقریبا کمبودی نداریم. ولی در مسئله طلاق که تقریبا مردم در یعنی حالت غضب و در حالت خیلی جنگ و جنجال بودن طلاق میدن، تقریبا شاهد ها نیست و من طلاق دادم یا ندادم مسئله بین مردم چرخ میزند و خیلی مشکلی میشود که کاش به این آیت آنهایی که طلاق دادنی هستند
یا آنهایی که بعد از طلاق گفتن من پشیمانم تو رو برگرداندم، در نزد مردم یعنی 2 نفر عادل انجام بدهم با شاهدی آنها. در دوامش الله میگوید ذالکم یوعظ به من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر. الله میگوید این چیزهایی که من به شما گفتم، طلاق رو در وقتی که مناسب است دادن و این چونین به خوبی با همدیگر یا آشتی کردن یا به خوبی از همدیگر جدا شدن یا اینکه شاهد آوردن، این موعظه هست، پند است، درس است برای آنهایی که به الله و روز قیامت ایمان دارند. اهل ایمان به این عمل میکنند. آنهایی که از ایمان دور هستند پروای ندارند که کی طلاق دادن، کی از نو برگردانیدن، چیکار کرده ایستادن. و در دوامش الله میگوید و من یتق الله یجعل له مخرجا. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند برای آنهایی که غمی رزق رو میخورند همین آیت کفایت است. و من یتق الله یجعل له مخرجا. الله پیامبر میگن انی لاعلم آیه لو اخذ بها الناس لکفتهم. حدیث در مسند امام احمد است. پیامبر میگن من آیتی رو میدانم که مردم اگر به آن آیت عمل کنند برایشان کفایه است. یعنی مسئله رزق روزی، مسئله مشکلی های دنیا کفایه است. آن هم این وعده پروردگار است که پروردگار میگوید و کسی که تقوا را پیشه کرد و معنای تقوا دوری از گناه است. کسی که از الله ترسید و گناه ها را ترک کرد یجعل له مخرجا، پروردگار به او کشایش را میدهد. و نگاه کنید که همینجا پروردگار و من یتق الله یجعل له مخرجا رو پس از طلاق آورد. عبدالله ابن عباس میگویند این برای طلاق اساساً رابطه دارد. چرا؟ وقتی تو تقوا کردی و در یک بارگی 3 طلاق ندادی، بعد از این برای تو راهی هست که همسرت را برگردانی. وقتی تو تقوا کردی و همسرت را بعد از طلاق دادن از خانه‌ات بیرون نکردی، شاید که از نو تو به او مهر بستی و با او زندگی کنی. یعنی زندگیت، حیات زن و شوهری به این تیزی، به این آسانی پاش نمیخورد. تقوایی تو که تو از روی شریعت طلاق دادی سبب می شود که پروردگار برای تو راهی کشایش را دهد. اما جمهور علما میگن آره این آیت اگرچه در پایان طلاق است ولی به تمام مردم این آیت دلالت میکند یا این آیت راهنمایی میکند که شما تقوا کنید. از مشکلی بی‌فرزندی، از مشکلی جنگ و جنجال عائله، از مشکلی کم رزقی، از مشکلی بد اخلاقی اطرافیان، از مشکلی ذهنی کن، از هر چی مشکلی داری و من یتق الله یجعل له مخرجا. تو تقوا رو پیشه کن. هر چی نامش گناه هست، هر چی نامش مکروه هست، هر چی نامش بدی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن الاسم ما حاک نفسک. یعنی اسم گناه چیزی هست که قلب تو رو ناراحت میکند. تو میگوی یعنی از اون آرامش نمیابی. هر چی گناه هست تو اون رو ترک کردی الله برای تو کشایش میدهد. و در دوامش الله میگوید و یرزقه من حیث لا یحتسب. و این چونین تو از جایی که حتی گمان نمی کردی که از اون طرف هم برای تو دروازه رزق شده می شود، الله برای تو رزق می دهد. یعنی هی آنهایی که میگوید من اگر این گناه رو نکردم، چی اون گناه به آلودگی های ریبا و پرتسین باشد، چی اون گناه به جای های مشکوک باشد، چی ببخشید اون کار، چی هر کاری که به گناه آلوده است میکنید و میگوید آخر درآمد رزق من از اینجا، این وعده پروردگاری که شما رو آفریده است. الله میگوید و یرزقه من حیث لا یحتسب. و من او رو از جای وقت تقوا رو پیشه کرد رزق میدهم که او حتی گمان هم نمیکرد که از اینجا رزق می آید. و در دوامش الله میگوید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. و کسی که به الله توکل میکند و معنای توکل سبب ها رو پیش گرفتن و واگذاشتن بقیه کار به الله یگانه، به سبب نه به الله یگانه. مشکلی ما در توکل خیلی زیاد است خواهران عزیز. ما زیادتر سبب رو پیشه میگیریم و به سبب توکل میکنیم. میگویم در فلان جا فلان خویش من است، او کاری ما رو حل میکند. بیخبر هستیم که اون خویش ما فقط سبب است اما حل کننده کارها این الله مهربان است. بعضا میگویم من فرزندم رو
با این همه محبت و با این همه وفاداری بزرگ کرده ایستادم. وقتی بزرگ می شوم او مرا خور شدن نمی ماند. بخبر هستیم که خور شدن و نشدن به دست الله است و بعضا فرزند از تو پیشتر می رود یا چی بسا فرزندهایی هستند که در پیری پدر و مادر رو فراموش می کنند. الله میگه شما به من توکل کنید، سبب ها رو پیشه گیرید. سبب ها رو پیشه گرفتن این سنت پیامبر است. این قانون دنیا هست که تو اول دارو میخوری، بعدا شفا رو از الله طلب میکنی، یا اینکه برای پیدا کردن رزق قدم مینهی ولیکن برکت رزق رو از الله طلب میکنی. برای فرزنددار شدن ازدواج میکنی، بعدا از الله فرزند طلب میکنی. اما باید به الله تمام کارهای خود رو بسپاریم و بگویم که من شروع کردم پروردگار و بقیهش به دست تو خودت این رو سرانجام بکن، پروردگار و خودت این رو به خوبی به پایان برسان. و الله میگوید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. وقتی تو به من توکل کردی، تو به من دوامی کارت را سپاریدی یا انتهای کارهایت را به من سپاریدی و گفتی خدایا من همراه تو همراه من باش، من با عبادت ها با تو هستم، فکر و ذکر من خودت هستی، عملی که شروع کردم من پایانش رو نمیدانم، تو برای من کمک کن، توکلم به تو هست، یعنی من تکیه‌ام به تو هست. الله میگوید فهو حسبه، الله برایش کفاینده هست. الله خودش کارهای او را به خوبی به آخر میرساند. این الله بالغ امری، الله آن چیزی که امر کرده است و قضاوت کرده است انجام دهنده آن است. معنایش چی است خواهران عزیز؟ بعضا شما توکل میکنید، سبب ها رو میگیرید، اما خواسته الله با حکمت های پنهانش چیز دیگر است و هر چیزی که الله خواست آن می شود. مثلا به زندگی حضرت یوسف نگاه کنید. حضرت یوسف به گناهیشان که دست درازی نکردن به زنی عزیز یا وزیری آن وقته کاملا اثبات شد و از یک طرف هم معبر خواب بودن، هم خیلی انسانی دوست داشته، ولی باز هم سالهای طولانی را در زندان گذرانیدن. شاید که پس از زندان یک بار عزیز مصر شوند، پس از زندان یک بار کل دولت مصر را پروردگار به دستشان بدهد. بعضا مایان میگیم آخر خیلی برایش دعا کردم، خیلی حرکت کردم، وقتی آن چیزی که برایش خیلی کوشش کردم نشد، یک بار از همه چیز دلمانده شدم. یعنی این نمود دلمانده شدن و یعنی روزها، بعضی ها حتی سالها به کار دیگر اقدام نکردنشان، مشکلی این است که به همین آیت شاید نظر نکردن. این الله بالغ امری، به هر چی کردی و نکردی باز خواسته الله می شود. الله آن چیزی که مقدر کرده است و خودش می داند ببخشید که آن برای من و شما الان خوبتر است، الله آن را اولا انجام می دهد. پس سبب ها را می گیریم، توکلمون رو خوش رو میکنیم، ولی بعد از هم سبب رو پیشه گرفتن هم توکل کردن باز خواسته های ما نشد. در اینجا الله که خواسته او برای ما بهتر از خواسته خودمان برای خودمان هست، اختیار او برای ما بهتر از اختیار پدر و مادرمان به ما هست، میداند که این کار برای ما خوبی ندارد. انا برای همین اگرچه ما تمام راه های او را برای خود از این طرف و از آن طرف کشادیم و رفتیم ولی نشد، پس الله اینجا بالغ و امری، خواسته الله چیز دیگر است و پروردگار آن خواسته خود را انجام می دهد. و الله میگوید قد جعل الله لكل شیء قدرا، من به هر یک چیز مقدار خودش را، قدر خودش را، وقت خودش را گردانیدم. ببینید که هر یک غم و اندوهی که می آید یک مقدار مدت خودش را می گیرد، پس از آن فراموش می شود. هر عمری که برای فرزند آدم پروردگار داده است می گذرد، پس از آن انسان از دنیا می رود. موسم، شب و روز، ساعت ها، مرحله های عمر انسان، خرسندی، خوشبختی، هر یک چیز قدر خودش را دارد، مقدار خودش را دارد. کمبغلی هم تمام می شود، بایی هم تمام می شود، جوانی هم به آخر می رسد، پیری هم، مرحله کودکی هم. هیچ چیزی نه که در همین دنیا با مقدار معینش نباشد و نگذرد. پس چرا اینقدر غم میخوریم؟ غم میخوریم برای چیزهایی که او دائمی نیست.
ما غم خوردیم یا نخوردیم این الله بالغ امری، خواسته الله می شود آن چیز همان مقدار معین خود را که پروردگار برایش تعیین کرده است میگذراند و از بین می رود. وقتی ما دنیا را این گونه دیدیم که هیچ چیز در این دنیا باقی ماندنی نیست، یگان لحظه های زندگی دائمی نیست، همه خستگی و همه بیماری، از این طرف همه راحت، همش گذرنده است، در این وقت خیلی حیات برایمون آسان می شود که الله می گوید قد جعل الله لكل شیء قدرا، هر یک چیز مقدار معین خود را دارد و دائمی نیست. و نگاه کنید پروردگار میگوید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، به من توکل کنید من برای شما کفایه هستم. اما چه خیلی گفتم توکل کردید و خواسته شما نشد، اینجا یقین بدانید که خیر در این چیز هست، خیر در این هست و الان نباشد هم پس از مدت الله برای ما آشکار می سازد. در آیت 4 الله میگوید واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائی لم یحضن. و وقتی که شما زنها را طلاق دادید، آنهایی که حیض نمیبینند به خاطر پیران سالی و یا اینکه آنهایی که به خاطر سن سالشان هنوز میده تر بودن یا از اینکه حیض برایشان دیر شد حیض نمیبینند، شما نمیدونید چیکار کنید. فقط 3 ماهی هجری هده آنها هست. یعنی یک زنی که او حیض نمیبیند و شوهرش او را طلاق داد، او فقط 3 ماه انتظار می شود. اگر طلاق 3 باشد بعد از 3 ماه تماما او میتواند برود شوهر کند، یا عموما آن شوهر برایش کلا حرام است چون 3 بار طلاق بود. اما 1 بار یا 2 بار بود تا 3 ماه گذشتن شوهرش او را میتواند به نکاح برگرداند. اما همین که 3 ماه گذشت دیگر اینها به هم دیگر چی میشوند؟ نامحرم میشوند، حرام میشوند، ولی حق نکاح کردن رو دارند چون طلاق 1 بود و 2 بود. و آنهایی که حیض میبینند اگر 3 حیض باشد، آنهایی که حیض نمیبینند چه است؟ 3 ماه است. و این چنین علما به این پیوست میکنن آنهایی که همیشه خون میبینند به خاطر بیماری، آنها هم فقط 3 ماه انتظار می شوند. و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، و آنهایی که حامله هستند در حاملگی طلاق واقع می شود، اگرچه کار خوب نیست. یعنی خیلی در حالتهایی هست که زن به شوهر نیاز دارد، به پدر کودکی در شکمش بوده نیاز دارد، هیچ کار خوب نیست، ولی نکاح واقع می شود. و اگر زن رو در وقت حاملگی شوهرش طلاق داد، عده او تا تولد کردنش هست. تا تولد کردن او در خانه شوهر میماند. اگر 3 بار طلاق باشد یا مرد او را تماما برگردانیدنی نباشد هم شوهر او را نگاه و بین میکند، نه همچون یک زنی محرمش عموما به او خوردن و پوشیدن و تمام شرایطش را مهیا میکند تا تولد کردن. و پس از تولد کردن هم برای شیر دادن به فرزندش و برای فرزندش مرد باید زن را با خانه و جا تامین کند تا زمانی که زن طلاق گرفته شوهر کرده نرود، که کمی بعد در دیگر آیت می آید. و ما چرا اینقدر عده می خوانیم خواهرها؟ چرا مثلا در اسلام دانستن عده فرض است، در عده نکاح کردن و طلاق کردن چیزی خیلی مهم، چون در مسئله عده حتما مردها دیگر من او را طلاق دادم 4 طرفش قبله نمیگویند، حتما باید به او نگاه کنند. وقتی که تو طلاق گرفتی، وقتی که در عده هستی، تو در همون خانه شوهر میستی. و حتی سبحان الله در نزد مذهب حنفی بعد از 3 طلاق هم، یعنی تو کلا حرامی برای شوهرت، ولی تا عده‌ات بیرون نشد هم خوردن تو هم جای زیست تو بالای همون شوهری تو رو طلاق داده هست، اگرچه 3 طلاق باشد. و الله میگوید و اگر شما زنهای حامله را طلاق دادید تا تولد کردن آنها در عده هستند، در خانه خود شما میستند. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. باز الله میگوید لیکن شمایان تقوا کنید، گناه را ترک کنید، به عملهای ثواب دست زنید، به خاطر الله زندگی کنید و الله همه کارهای شما را آسان میکند. زنی که به خاطر رزقت با یک دشمن الله زندگی میکنی، تقوا کن، الله رزق تو را وسیع میکند. مردی که به خاطر
این و آن و این طرف و آن طرف با یک زنی فاسق زندگی میکنی، گمان میکنی که از او جدا شدی حیاتت تمام شد، گویا که تو تمام زندگیت را از دست دادی. تقوا کن. کسی که به خاطر الله گناه را ترک کرد، الله برایش آسان میکند. یا برعکس، شما به خاطر الله چیزی که می توانید صبر کنید، الله برای شما کار شما را آسان میکند. چقدر زندگی هایی هستند که می شود با صبر آن را مستحکم کرد ولی مردم نمی خواهند. چقدر زندگی هایی هستند، چقدر حیات عائلوی هست که دیگر برای او صبر حرام است. مرد در گناه کبیره است و زن را هم به آن میکشاند. زن در آلودگی هست و مرد را هم به آن میکشاند. اینها نباید صبر کنند اما صبر میکنند. سبحان الله. باید با نظری هم ایمان و هم عقل نگاه کنیم که آیا زندگی هست می توانیم با صبر آن را تعمیرش کنیم، یا اینکه ما صبر کنان برای خود جهنم دنیا و آخرت را می سازیم. و الله میگوید شما تقوا را پیشه کنید. زندگی شما، حیات شما، زندگی زن و شوهر شما، زن و شوهری شما هم باید در راه اسلام در حدود شریعت برود و یقین بدانید الله برای شما راهتان را آسان میکند. ذلک امر الله انزله الیکم. و این فرموده های الله هست در مسئله طلاق. چه خیلی گفتم درباره شاهدی و درباره دیگر عده که این فرموده های الله هست که به شما فرستاد. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته. و کسی که تقوا را پیشه کرد خداوند گناه های او را می بخشد و یعظم له اجرا. و برای او اجری بزرگ می دهد. در آیت ششم الله می گوید اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن. ای مردها، ای کاش مردها به این عمل میکردن و ای کاش قانونهای امروزه به نام دولت‌هایی که خودشان را مسلمان میگیرند این آیت را قانونی میکردن، زنی فاحشه خیلی کم میشد. باور کنید من پیشتر هم گفتم اکثریت زنهایی که به بیراهگی رفتن پس از طلاق است. به نزدیکی دیدید دخترک چند ساله که کشتند و گفتند خودکشی کرد، در آزادی برآمد. سبب بیراه گشتن او از پس چند نجسی در کرسی می نشسته گرفتن او همون قنبغلی هست، همون کودک بیمارش هست، همون مردهای نامرده هستند که او را تماما یکسو کردند و ماندند. الله میگه اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. ای مردها، وقتی زن را طلاق میدهید او را به کوچه برآورده نپرتایید. او را همان جایی که خود زندگی میکنید یا به شرایط خود نگاه کرده او را به جای زیست مهیا کنید. کدام قانون این را بالای مرد فرض میکند که وقت طلاقش دادی از خانه بیرون نکن، از خانه بیرون کردی تو مجازات میشوی؟ شریعت را ببینید، مهربانی اسلام را ببینید، مهربانی الله را ببینید که یگان نفر در تمام دنیا، اونهایی که حقوق زن میگویند و از پی نمیدونم حمایه زنها هستند، مثل پروردگار، مثل الله یگانه خالق زنها این گونه طرفداری زنها نکرده است. الله میگوید در زندگی نه، پس از طلاق ای مردها نگذارید که زنهای شما در کوچه باشند، در خانه پدر و مادر باشند، در خانه برادر باشند. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. در جایی که خودتان زندگی میکنید به شرایط خود نگاه کرده به آنها جای زیست مهیا کنید. ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن. به آنها من تو را طلاق دادم تو در اینجا زندگی نکن، برآمده روگویان به آنها ضرر نرسانید تا اینکه به تنگی آیند و از خانه شما برآمده روند. سبحان الله. هنوز طلاق نداده زنها رو اول روان میکنن بعدن طلاق میدهند. این گونه مردها خیلی زیاد هستند. میگن شما طرف زن رو زیاد میگیرید، ولی همه میدانیم که بیچاره ترین زنها در جای ما زندگی میکنن که پس از طلاق 80% در کوچه ها میمونند. پس از این به چه راههای نمیروند. الله میگوید زنها رو پس از طلاق شما چیکار کنید؟
در خانه هاتون جای بدهید تا از عده‌اش برآمدن. بعد از اینکه از عده گذشت او میتواند شوهر کند، یا اینکه اگر از همان موافق شریعت تو مهر او را بدهی، زندگی او را خوب نگاه کرده باشی، او در بدر و آواره هم نمی شود، با پسنداز خود زندگی خودش را مهیا می کند. و گفتیم در مذهب حنفی رحمت الله علیه که اونهایی که اینقدر حنفی میگویند کاش به این گفته های مذهب نگاه میکردند که میگویند اگرچه بعد از سیوم طلاق باشد، در وقت عده زنت را تو نگاه و بین میکنی، هم به جای زیست مهیا میکنی، فرق ندارد، به شرایط نگاه کرده به او جای زیست تیار کن، و هم او را میخورانی و به شکمش نگاه میکنی. اما دیگر هم در نزد دیگر مذهب ها پس از طلاق سیوم نیست این. پس از طلاق سیوم او در عده به او جا رو مهیا میکنی، اما خوردنش به تو نیست. لیکن یکم طلاق باشد یا دوم طلاق باشد یا خصوصا حامله باشد، در تمام مذهب ها در وقت عده نگاه و بین او به دست تو هست. تو او را نگاه و بین کن. زن نباید به کار رود، زن باید از پول تو بخورد، در خانه تو زندگی کند. و این کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. اگر سیوم طلاق داده باشی هم، اگر زن تو حامله باشد، تا تولد کردن خوردن او، جای زیست او، تماما داروپولی و بیمارستان و همه اینها به گردن تو است ای مرد. فین ارضعن لکم فآتوهن اجورهن. حتی بعد از سیوم طلاق باشد هم، اگر او به کودک تو شیر میدهد، تو باید برای به کودکت شیر دادن مزد او را بدهی، شکمی او را سیر کنی، مزد او را بدهی و به همون کودک، خواهران عزیز، فرزند تا اینکه به بلاغت برسد، پسرچه و شوهر کردن دخترک و یعنی از دستش کار آمدن پسر بچه ها به گردن مرد است. مرد باید آنها را به خانه تامین کند و اگر زن آنها را نگاه و بین میکند، همچون یک مربیه، زنی طلاق دادهش را هم باید نگاه و بین کند. این خیلی نیست که تو به فرزندای کودک من نگاه میکنی، من تماما تو را طلاق دادم و 400 سومون یا 500 سومون همون الیمنتی که دولت آن را مهیا کرد میدهم و خلاص. نه، در نزد الله برای این خیانت، برای این گونه فرزندها را به کوچه پرتافتن هر مرد جوابگو هست. نگاه و بین کودکان میده یعنی از جهت پولی و مالی به گردن مرد است تا اینکه دخترک شوهر کند یا پسرچه ها دیگر به بلاغت رسیده از دستشان کار آید. فقط که به کی میماند؟ به مادر میماند وقتی که خردکک است، اما کلان شد یعنی عقلش در آمد، خودش اختیار میکند پدر را میخواهد یا مادر را میخواهد. و الله میگوید واعتمروا بینکم بمعروف. ای زن و شوهرها، از هم جدا شدید ولی از همدیگر خوبی ها را پذیرید، از همدیگر سخنهای خوب را پذیرید، با هم مناسبت خوب داشته باشید. آخر شما صاحب فرزندید، شما پدر و مادر هستید و کاش پس از طلاق به همین قانون الله رعایت میشد. پیشتر هم گفتم هیچ کودک زنده یتیم نمیماند و این تعثرتم فسترضع له اخرى. اما اگر زنها از حد پافشاری کردن یا گفتیم از حد از خود رفتن و بعد از طلاق گفتن من پول زیاد از تو میخواهم برای اینکه به کودکت نگاه و بین میکنم یا شیر میدهم، حق دارد مرد بگوید که تو به کودکم شیر نده یا حتی به کودکم نگاه و بین نکن، من اینقدر مقدار پول زیاد رو به تو داده نمیتوانم، این برای من مشکل است، من به جای تو کسی دیگری رو میارم که او کودک رو نگاه و بین کند و او کودک رو چکار کند؟ شیر دهد. و بعد از این درباره نفقه دادن فرزند و زن است. الله نصیب کرده باشد آیت 7 سوره طلاق. صحت و سلامت باشیم. درس دیگر انشاءالله میگیریم.